متاسفانه همین القابهای بلند و بالا و با ارزش برای افراد بی‌لیاقت و بی‌ارزش امروز یک اعتماد به نفس کاذب دارد، یک شخصیت ساختگی و نمایشی و دروغین دارد. حتی میبینیم با گرفتن لقب مولوی و مولانا و مفتی فکر میکنن دیگر تکدار دینن، هر کس را خواست به جنت میبرن، کسی را خواست به دوزخ. هر لحظه با یک عمل یک مسلمان را تکفیر کردن، تفسیق کردن، تزویر کردن، گمراه خواندن، بیدین خواندن. متاسفانه این نتیجه علم واقعی نیست، این نتیجه دانشی که شریعت از مسلمان میخواهد نیست. اولین رسالت و مسئولیت یک عالم و اهل دانش در قبال خودش در نتیجه علم و معرفت اصلاح نیت هست. انگیزه ما، نیت ما از فراگیری علم و دانش فقط رضا و خوشنودی الله جل جلاله، خدمت به اسلام و مسلمان ها و رشد برنامه های سازنده و سعادت بخش شرعی و اسلامی و سبک نمودن بارهای سنگین مردم و ملت و مسلمان از دوششان در روشنایی علم و دانش باید بوده باشد. اگر خدای نکرده نیت و انگیزه یک اهل دانش و اهل علم فقط به دست آوردن مدرک تحصیلی و رسمی باشد، یا نام و شهرت و جایگاه و مقام و منزلت در میان مردم باشد، یا محض گرفتن القاب و نامهای ارزشمند علمی به نام مولوی و مولانا و مفتی و شیخ و لیسانس و ماستر و دکتر و این و آن بوده باشد، چون این علمی نه تنها این که خیر تولید نمی کند، به دنبالش برکت و پیشرفت و فیض و معنویت ندارد، بلا و وبای جان خود اون انسان اهل دانش و اهل علم هم می شود. پیامبر علیه السلام می فرماید: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. اگر یک انسان و یک مسلمان علم و دانش شرعی و اسلامی و معرفت و آگاهی که باید برای رضای الله جل جلاله کسب شود و به دست آورده شود، اگر به خاطر به دست آوردن موقف دنیا، اگر به خاطر درآمد مادیات دنیا، اگر به خاطر نام و شهرت و گرفتن القاب بلند و بالای دنیوی این علم را حاصل بکند و کسب بکند، در روز قیامت بهشت به جای خودش، بوی بهشتم برای اون انسان هر قدر لقب دانش بلند داشته باشد حرام است. این بیان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. هدف و نیت و انگیزه ما خدمت به اسلام، خدمت به دین و شریعت و خدمت به مسلمان ها بوده باشد. چقدر متاسفانه در عصر شرایط امروزی توجه و دقت اصلی یک مسلمان از حقیقت علم، از رشد فکری، از نبوغ علمی منصرف و منحرف شده، برگشته متوجه به طرف القاب و نامهای بلند و بالا است. چقدر ما امروز دل خوش میکنیم که ما را یک کسی مولوی خطاب بکند، مولانا خطاب بکند، جناب مفتی خطاب بکند، جناب انسان دانشمند، ماستر، دکتر، انجینیر، اقتصاددان، طبیب خطاب بکند و این لقب و نام را به ما بدهد. ما دل خوش کردیم، ولی اون طرف نمیدانیم وقتی این لقب با ارزش علمی را به خود نسبت میدهیم و زیر چتر آن یا پشت نقاب آن خود را پنهان کردیم و قرار گرفتیم، چقدر نام سنگین و با ارزش هست و چقدر با گرفتن این لقب مسئولیت ما سنگینتر و خطیرتر می شود. متاسفانه همین القابهای بلند و بالا و با ارزش برای افراد بی‌لیاقت و بی‌ارزش امروز یک اعتماد به نفس کاذب دارد، یک شخصیت ساختگی و نمایشی و دروغین دارد. حتی میبینیم با گرفتن لقب مولوی و مولانا و مفتی فکر میکنن دیگر تکدار دینن، هر کس را خواست به جنت میبرن، کسی را خواست به دوزخ. هر لحظه با یک عمل یک مسلمان را تکفیر کردن، تفسیق کردن، تزویر کردن، گمراه خواندن، بیدین خواندن. متاسفانه این نتیجه علم واقعی نیست، این نتیجه دانشی که شریعت از مسلمان میخواهد نیست.
پس ما بر اساس نیت و انگیزه خدایی علم حاصل بکنیم، علم فرا بگیریم. یه اولین مسئولیت در قبال خود ما هست. وقتی که نیت ما اصلاح شد، چون شرط قبولیت یک عمل به نزد الله جل جلاله اخلاص است، تصحیح نیت هست. وقتی که علم مورد قبول الله قرار نگیرد، چون این علم به عنوان چراغ روشن حتی نمیتواند سرزمین کوچک دل خود ما را روشن بسازد، چه برسد که این علم و دانش به عنوان سایه تحول آفرین و آرام بخش بر فضای زندگی اجتماع و مردم و دیگر مسلمان ها سایه بیفکند و قرار بگیرد و به خدمت اسلام مسلمان ها باشد. بنابراین اولین مسئولیت ما این است نیتمان در اصلاح بسازیم. نیتمان دنیا و درآمد دنیا و مادیات و موقف مادی و دنیوی نبوده باشد. اونجا هست که الله متعال به علم و دانش و آگاهی ما برکت عنایت می‌فرماید. دومین رسالت و مسئولیت اهل دانش و اهل علم نسبت به خودش احساس مسئولیت و عمل بر اساس علم و اندوخته‌هایش هست. اسلام و دین و شریعت از مسلمان محض معلومات ذهنی نمیخواهد. از مسلمان اسلام تنها این را نمیخواند که یک مقطع و دوره 4 ساله تحصیلی را سپری بکند، مقطع و دوره 10 ساله و 15 ساله نصاب مدرسه را طی بکند و تمام بکند، بعد در نهایت یک مدرک به دست بیاورد، به عنوان یک عالم و دانشمند در میان مردم و جامعه شناخته شود. این قدر را اسلام و دین و شریعت از مسلمان نمیخواهد. در قبال علم و دانش اسلام از مسلمان عمل میخواهد، اسلام از مسلمان تقوا میخواهد، اخلاص میخواهد، بیداری میخواهد، دلسوزی میخواهد. آنچه که ما را به درجه اجابت قبولیت به نزد الله میرساند در نتیجه علم، خشیت و تقوا و عمل هست. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم با کلمه حصر میفرماید انما یخشی الله من عباده العلماء. جز نیست از میان همه بندگان که تنها علما و اهل علم و اهل دانش از الله جل جلاله میترسند. اونها خشیت دارند، تقوا دارند، همانطوری که در ظاهر با لباس سفید و پاک، با لنگی و ریش و عبا و قبا از آدرس تقوا برای مردم خود را به نمایش گذاشته و معرفی کرده، در خلوت در قلب و دلش هم خشیت دارد، خدا ترسی دارد. اون عمل واقعی که علم تقاضا می کند در خلوت و جلوت در عمل کرد اون عالم دیده می شود. در نتیجه این عمل و خشیت و تقوا ما به درجه قبولیت به نزد الله جل جلاله می رسیم. داشتن معلومات زیاد، دعوتگر بسیار فصیح و بلیغ بودن ما را به نزد الله جل جلاله به قبولیت نمی رساند. حضرت ابن مسعود رضی الله عنه می فرماید لیس العلم عن کثرت الحدیث ولكن العلم عن کثرت الخشیه. علم و دانش زیاد حدیث یاد داشتن، زیاد مسائل بلد بودن، زیاد معلومات ذهنی داشتن و کثرت روایات نیست. علم و دانش واقعی زیاد خشیت داشتن است، اخلاص و تقوا و عمل داشتن است. هر که در میدان خشیت و اخلاص و تقوا و عمل میزان و درجه بلند داشته باشد او دانشمند است، او عالم است. اگر علم و دانش یک کسی زمین و آسمان را هم پر بسازد ولی زندگیش، قلب و دلش، فکر و اندیشش از خشیت الهی، از تقوا و اخلاص و عمل عاری و خالی باشد، او به نزد الله عالم نیست، او به نزد الله جل جلاله دانشمند نیست. خیر که پشت لقب و نام علم و دانش